درس موضوع سهمش کدام جوان کدام کشور بخونه که این جوانا بیچارا شرایطشان خراب است بیا که ما عوضشان بخونیم. دیگه چقدر باید در بدر باشیم به طبابت مردم ما ایران هستیم بده و به انجینیری مردم ما عضو کنیم به مشاوریت ما بیاریم به این چی خدا 10 تا دکتر متحد از اینجا شد 10 تا انجینیر متحد شد به خدای تو بندای آبگردان بندازی خوشی لوگر دیگه یک قطره آب بی جای نشد. اینمی آبم میکشی ما را هم زمین ما را خراب میکنه هم اختیار ما نیست میره مهارش تا نمیشه. حتی ما خانه کانکریتی مقبول جور میکردیم همه قدر بدر میشد زلزله میامد همه قدر زود خانه چپه میشد دمور شب روز به ریکترهای بالاتر کشورهای دیگه زلزله شد ولی تخریبات نداشت. پس ای جوان کشور تحصیل و آموختن علم شرایط نمیخواهد اراده میخواهد. جوانان دیگر کشورها در زیر بم و تیاره علم را فرا گرفتند و کشورهایشان را رها نکردند.